با عرض سلام خدمت تمام دوستای عزیز، انجینر صاحب‌های محترم. انجینر مسیح سادات هستم، مدرس این دوره. یکی از مضامین اساسی که در کشور عزیز ما افغانستان بیشتر از ساختمان ها، تقریبا 90-98% ساختمان ها آهن کنکریتی هستند، یعنی آهن کنکریتی و بتونی هستند. ما در این مبحث میخوایم که یک فول پکیج، یعنی پکیج کامل از مضمون آهن کنکریت یا طراحی سازه های بتونی به شما آماده بسازیم. شما عزیزان خوب میفهمه که مضمون آهن کنکریت یا طراحی سازه های بتونی یکی از مضامین اساسی وارد فاز طراحی شما را میسازه. ما در این آموزش مطابق به ایسیای کود و یک سر میزنه به مبحث نهم سازه های بتونی که بیشتر شبیه ایسیای امریکا است، فقط بعض تفاوت های جزئی داره. مضمون آهن کنکریت که دوستان ما اکثرا در افغانستان هستن، خیلی از دوستان ما خیلی مشکلات زیاد دارن. اکثر ساختمان هایی که در افغانستان میبینید شما با ساختمان های کنکریتی هستن، خیلی به ندرت ساختمان های فلزی را شما میبینید. پس دوستان عزیز، این کانال ادامه شما این کانال سابسکرایب کنید، چینل ما را. ما ادامه از این را با شما یک فول پکیج آماده میسازیم تا شما به صورت کامل بالای مضمون آهن کنکریت یا طراحی سازه های بتونی تسلط کامل داشته باشیم. در این بخش میپردازیم به طراحی گودرها، دیم، تیر یا بیم. دوستای عزیز، بعض اصطلاحات دری و فارسی را به خاطر میگم که بعض دوستای برادرای ایرانی ما هم از من تقاضا کردن در تلگرام که طراحی سازه های بتونی و بتونارمه را به ما تدریس کنه. ما تلاش میکنم که کلمه دری و فارسیش هر دو یک جا ذکر کنم. در قدم نخست ما میپردازیم در تحلیل خمش های گودر. تحلیل خمش گودر به چه صورت؟ ما برای تحلیل خمش گودرها 3 مرحله را بررسی میکنیم. دوستای عزیز، این 3 مرحله از کجا پیدا شد؟ چه قسم این 3 مرحله را ما تعیین کردیم؟ در آزمایشگاه یا لابراتوار یک گودر که از رینفورسمنت یا گودر آهن کنکریتی را 4 point loading، یعنی سیمپلی بیم انتخاب کردیم و از 2 قسمت، در یک قسمتش که به شکل مفصل یا پن است و قسمت دیگهشون به شکل مفصل یا یک قسمتش به شکل مفصل و قسمت دیگهش به شکل پن است و 2 قسمت ما بار وارد کردیم. این بار که وارد کردیم، شما قسمت که تحلیل سازه یا تحلیل ساختمان در دوره کارشناسی شما خوانده، شما یا در دوره لیسانس خوانده، بعض از رابطه ها را در تحلیل خمشی گودر که با از استفاده از انتگرال های دیگانه تحلیل انرژیکی به هر شکل میتونستیم که ما امی خمش گودر را محاسبه کنیم. در این قسمت ما در تحلیل خمشی گودرها را در 3 مرحله مطالعه میکنیم که هر یک تحت مطالعه قرار میدهیم. یک مرحله لاستیک است. مرحله لاستیک وقتی که مومنت وارده بر گودر کم باشه یا مومنت وارده بر تیر کم باشه، بیم کم باشه، کنکریت کشی ترک نخواهد بود. در این مرحله مطابق به شکل زیر مومنت توسط 3 عامل کنکریت کشی، فولاد کشی و کنکریت فشاری تحمل میشه. عزیزان، یک گودر ما در لابراتوار آزمایش کردیم. در قدم نخست این 2 قسمت که است لود بالای از این گودر وارد شده. در قدم نخست شما بار به این اندازه شما زیاد کردیم، یعنی بار بسیار کم می باشه. 3 چیزی که در مقابل مومنت یا لنگر تحمل میکنه 3 چیز. یکی قسمت است که کنکریت فشاری است، کنکریت کشیشی و قسمتی که سیخ‌ها در کشش است. این 3 چیز است که در با مومنت مقابله میکنه، یعنی مومنت تحمل میکنن. در صورتی که بار ما از این قسمت حالت هلاستیک است، یعنی قانون هوکسلا حکم فرماست، اگر شما این بار وردارید، بار به حالت اول خود برمیگرده. از این اندازه تا این اندازه تغییر شکل میده. قسمت که میبینه در این قسمت بعض فاکتورهایی که عزیزان ما اگر میخواین نوت برداری کنم ما به شما تشریح میکنم. FSC چی است؟ FSC یا FSC زبر مقاومت 28 روزه کنکریت است. مقاومت 28 روزه کنکریت.
M مومنت یا لنگر است. Y یا مرکز سطح یا تار خنثی. I مومنت انرژی است. FT مقاومت کششی کنکریت. FS مقاومت کششی فولاد میلگرد یا سیخ. N نسبت سختی فولاد بر کنکریت است. دوستان عزیز، شما قسمی که میبینه ای تیر از این بغل ببینیم، گاده را که از این بغل ما مشاهده کنیم به این شکل معلوم میشه. این منحنی کرنش، استرین یا تغییر شکل است. عزیزان سه زبان تشریح میکنم که شما درک کنه. استرین، کرنش یا تغییر شکل که به زبان دقیقی ما تغییر شکل میگیم. در قسمت بالا کنکریت فشاری حالت خطی، وقتی که بار ما کم باشه یعنی قانون اکسلاک فرما باشه به این شکل ببینه که کنکریت ترک نخورده. قسمت فشاری با حالت کنکریت فشاری با حالت خطی، کنکریت کشی حالت خطی و کنکریت که سیخایی که در کشش است حالت خطی را حکم فرماست. مرحله دوم بار زیاد میکنیم دوستان. بار زیاد کنه دیگه چی اتفاق میفته؟ شما اول مرحله اول الاستیک توی قسمت بار زیاد کردیم که 3 عامل بود. در این مرحله به علت افزایش کنکریت کشی و بتون کشی ترک خورده و بنابراین در تحمل مومنت مشارکت نمیکنه و مومنت توسط 2 عامل سیخ فولاد کشی و کنکریت تحمل میشه. در این مرحله سیخ ها به تسلیم نرسیده. FS کوچکتر از FY کنکریت فشاری نیز از ناحیه خطی خارج نشده است. 2 عامل که دوستای عزیز انجینیر صاحب های محترم خیلی دیگه 2 مورد توجه کنه که فرق بین این 2 تا را بفهمه. دوستان عزیز ما که در مقاومت مواد حتما این 2 فاکتور خواندن که فرق بین FS FY چی است. ما باز به شما یک مرور میکنم تا شما بفهمه. اگه دلتا تنش باشه و اپسیلون تغییر شکل باشه. ما قلم الکترونیکی رسم کنم. زمانی که فولاد تحت آزمایش قرار میدیم از این قسمت تا این نقطه حالت FS است. FS به این معنی که فولاد به کش نامده یعنی به حد تسلیم نرسیده یعنی جوری نشده. این قسمت FS میگیم و این قسمت به بعد FY میگیم یعنی فولاد کش آمده، حالت تسلیم رسیده، حالت جوری شدن خود رسیده. در این قسمت فولاد با حالت جوری شدن خود نرسیده. FS کوچکتر از FY است. در این قسمت فولاد ما به حد تسلیم نرسیده که 2 عامل کنترل کننده است. یعنی 2 عامل تحمل میکند مومنت. یکی کنکریت که در فشار قرار داره، یکی این قسمت و سیخایی که در کشش قرار داره. چی نیز دیگه در این قسمت میبینید اگه ما شکل گراف بر شما در این قسمت قلم سر نشون بده. در این قسمت کنکریت کششی دیگه سهم نداره در تحمل مومنت یعنی مشارکت هیچ کانتریبیوشن نداره. فقط 2 عامل کنکریت فشاری و سیخای کششی. ببینید که در این قسمت کنکریت ما کشش خورده اما سیخای ما به یلدینگ خود نرسیده، به جوری شدن خود نرسیده. شما قسمت که در این گراف میبینه از این قسمت تا این قسمت الاستیک بود، از این قسمت دوباره به این قسمت حالت الاستو پلاستیک داره. مرحله پلاستیک. در این مرحله کنکریت فولاد یا میلگرد از ناحیه خطی خود عبور کرده است. در این قسمت دوستان بار به حد زیاد کردیم. اول به این قسمت الاستیک پلاستیک، دوباره بار زیاد کردیم که هم کنکریت و هم سیخ حالت خطی خود خارج شده. میبینیم منحنی استرین یا کرنش یا تغییر شکل ببینید به این شکل یعنی هر 2 عامل هم کنکریت فشاری و هم سیخ کششی هر 2 از حالت خطی خارج شده. شما نظر به این گراف ببینید. مقاومت فشاری کنکریت از حالت خطی خارج، مقاومت کششی کنکریت هم از حالت خطی خارج شده. شما دیگه میبینید هم قسمت کشی که ترک خورده، قسمت بالی هم با گسیختگی یا تخریب خود رسیده است. مهندسین عزیز، انجینیر صاحب های محترم، در مرحله لاستیک ما در این مرحله با 3 مرحله را که شما تشریح کردیم از هر مرحله
ما تنشش هم محاسبه میکنیم، مومنتش هم محاسبه میکنیم که چگونه این محاسبه میشه. مرحله لاستیک گفتیم که سه عامل کنکریت کشی، فولاد کشی و کنکریت فشاری سهم بود. چه قسمی زمانی که مرحله لاستیک باشه چطور ما میتونیم تنشش هم محاسبه کنیم؟ مرحله لاستیک ابتدا مومنت انرشیا و فارسیش مومنت انرشیا مقطع محاسبه میکنیم. برای محاسبه تنش و استفاده از رابطه دوستای مقاومت مواد، مقاومت مساله، یعنی در مرحله لاستیک میای رابطه های مقاومت مساله، مقاومت مواد به کمک حل از این مقطع کنکریتی غیر همجنس است و نمیتوان مستقیم مقدار آی را محاسبه نمود. چی مانم؟ یعنی دوستا ما زمانی که در مقاومت مواد بشیم مقطع ما کاملا یک مقطع متجانس بود، یعنی از یک نوع مواد بود. حالا این مقطع ما سیخ وارد شد، یعنی نامتجانس شد، یک جنس دگام داشتیم. ما نمیتونیم مستقیم مومنت انرژیش محاسبه کنیم. جهت محاسبه آی باید مقطع معادله ساختیم، باید مقطع معادله زیر بسازیم. مقطع معادل در مقطع معادل به جای سیخ یا میلگرد کنکریت معادل بسای سیخ قرار میگیرد با توجه به اینکه نسبت سختی فولاد و نسبت سختی کنکریت مدل الاستیسیتی سیخ بر مدل الاستیسیتی کنکریت برای می باشد مطابق به شکل زیر سیخ های کنکریتی مساحت NA این طرف وسطین که دوستای عزیز قرار دارد. یعنی سختی کنکریت تقریبا 8 الی 10 برابر سختی کنکریت است، یعنی سختی فولاد 10 الی 8 برابر سختی کنکریت می باشه. این چه قسم محاسبه میکنیم؟ دوستا به خاطر متجانس کردن مساحت هر کدام از این آیس است. سختی چند است؟ N است. به اندازه N منفی 1 آیس مقدار بتون یا کنکریت معادل جاگذاری میکنیم. مقدار بتون یا کنکریت معادل جاگذاری میکنیم تا مقطع ما به مقطع متجانس تبدیل شود. تنش در دورترین تار فشاری یا دورترین تار کشی نیز در سیخ‌ها به صورت زیر خواهد بود. اگر مقاومت کشی کنکریت برابر با FR باشه و مومنت ترک خوردگی به صورت زیر به دست آید، در رابطه فرق I مومنت انرژی مقطع تبدیل شده می باشد که Y عمق تار خنثی در مقطع تبدیل شده می باشد. عزیزان ما زمانی که بخوایم که انجینیر صاحب های محترم یا مهندسین عزیز اگر بخوایم که ما FR یا M کرک که باعث کرکینگ چی اندازه این مقطع میتونه بار تحمل کنه که تا به کرکینگ برسه، محاسبه کنیم از رابطه FR بر I H منفی Y. FR امو مدل امو ریپارچر یا امو گسیختگی یا هم به زبان فارسی گسیختگی میگن و در زبان انگلیسی ریپارچر. میتونیم از این رابطه ما محاسبه کنیم. این رابطه را که ما قبلا به شما تشریح کردم دوباره به شما آوردم. حال می پردازیم به حل یک مثال. در مقطع زیر با فرض کنید که مدل الاستیسیتی کنکریت حدود 2 ضرب 10 به توان 4 مگاپاسکال باشه و مدل الاستیسیتی فولاد ES 2 ضرب 10 به توان 5 مگاپاسکال باشه. همچنین فرض کنید که مقاومت فشاری کنکریت 20 مگاپاسکال باشد. شما دریابید چی را؟ ام کرکینگ دریابید. از ما ام کرک خواسته که ام کرک دریابید. عزیزان یک پیشنهادی که به شما بنده شما مسئولین یا دانشجویان عزیز میتم، شما که یک سوال تحلیل میکنه آخرین مرحله میبینی که از شما قسمت سوال که از شما چی را خواسته، شما کلا فرمول زیر می نویسید که یک پیشنهاد به شما دوستای عزیز است. بعد از او تک تک فاکتورایش مطالعه میکنید، تک تک المانتایش عناصری که از شما خواسته هر کدام از این. فرض مثال FR نداریم نامعلوم به این فرمول، آیا نداریم نامعلوم، HY چنین مقطعی را به ما داده. ابتدا باید مقطع معادل از این بسازیم. برای این منظور نسبت سختی فولاد بر کنکریت باید محاسبه شود. مقطع داده به ما 500 میلیمتر در 300 میلیمتر در 500 میلیمتر 3 دانه تور 20 3 دانه قطر 20 به ما داده. کور کلیر کور به ما 60 میلیمتر حساب کردم به ما داده. محاسبه کرده گفته که
ام کرکینگ از ما این قسمت خواسته. ام کرکینگ از این چی میشه؟ عزیزان میبینید که مقطع ما نامتجانس است. مقطع ما نامتجانس رو میخوایم که به مقطع متجانس تبدیل کنیم. به خاطر تبدیل کردن به مقطع متجانس چی میکنیم؟ پیش از در راه حل گفتیم به اندازه سیخا ما کنکریت یا بتون میمونیم. کل سیخا مساحت AS داره، به اندازه N-1 AS ما کنکریت یا بتون میمونیم که تبدیل شود به یک مقطع متجانس. وای باره فرمولش نوشتیم B ضرب H 500 ضرب 300 500 ضرب 300 H بر 2 500 تقسیم 2 جمع 10 از کجا شد عزیزان؟ 10 از این فرمول به دست میاد. اگه ما نسبت سختی فولاد بر سختی کنکریت. خب عزیزان نسبت سختی فولاد چند است؟ 2 ضرب 10 به توان 5 و از کنکریت 2 ضرب 10 به توان 4 که مساوی به 2 با 2 خلاص. گیری که محاسبه کنیم میمونه 10 این ما پیدا کنیم. این قیمت این است، قیمت عزیز که 10 است. آیس مساحت سیخ است دوست عزیز. مساحت سیخ چه قسم ما دریافت میکنیم؟ مساحت یک دانه سیخ 20 یک تا سیخ 20 میلی یا طور قدره که 20 میلی باشه برابر است به 3.14. اینجا یک علامه مساوی بانم 3.14. ما 3 دانه استفاده کنیم 3 ضرب 3.14 3 ضرب 3.14 مساوی به چند میشه؟ 942 میلیمتر. 942 میلیمتر دوستان ای هم پیدا شد. 942 میلیمتر. خب حالا محاسبه میکنیم 10 منفی 1 942 440 میلیمتر. ای از کجا شد عزیزان؟ ای تا این قسمت قیمت H است. H است از این قسمت تا به این قسمت قیمت D است. D را ما چه قسم پیدا میکنیم؟ D مساوی میشه به 500 منفی 60 مساوی میشه 440 میلیمتر. 440 میلیمتر عمق چیش ما شد؟ افکتیو ما یا دی ما عمق معاصر. خب وقتی که وای بار ما محاسبه کردیم 260.16 وای بار محاسبه کردیم. وای بار 260.16 برآمد. به این قسمت وای بار ما محاسبه کردیم میان در سر مومنت انرشیا. مومنت انرشیا یک مقطع عزیزان اگر میبینه بسیاری فرمول به شما سنگین تمام میشه. شما فقط مومنت انرشیا ایره درک کنه که مومنت انرشیا یک جسم که نامتجانس باشه یعنی چه قسم محاسبه میشه یا مرکز سطح یا تار خنثی یا محور خنثی چگونه وای بارش پیدا میشه.
فقط چند مقطع مشهوره که بیشتر در آهن کنکریتی که مقطع مستطیلی است، مربعی است و اغلبا بسیار کمتر مقطع تیمانند است. شما این مقاطعش که از مقاومت مواد رابطه‌اش حفظ کنید دیگر هیچ مشکل در حل این مثال‌ها نخواهید داشت. در این قسمت ما مومنت انرژی را محاسبه می‌کنیم. مومنت انرژی را به آی نشان می‌دهیم. بیش مکعب بر 12. اگر این قسمت ما این قسمت H باشه، این قسمت مقطع H است و این قسمت مقطع B. A B ضرب H است، یعنی B ضرب کل مساحت است، B ضرب H است. این قسمت هم Y بار است که چند بود؟ 216 اشاریه. این قسمت Y بار است و این قسمت هم H بر 2 500 تقسیم 250 کل مربع. N منفی یک N چی بود؟ نسبت سختی فولاد بر کنکریت که محاسبه کنه قبلا 10. S مساحت سیخ که در مقطع استفاده شده قبلا استفاده کردیم، قبلا دریافت کردیم 962 و 440 عمق دیست از این قسمت تا این قسمت دیست 440 منفی 260 از شهر 16 کل مربع. حال قیمت ها را جاگذاری میکنیم. 300 B ما 300 است، 500 H مکعب بر 12 جمع کل مساحت B ضرب H B 300 ضرب 500 از 260.16 که منفی 250 برد 10.16 N نسبت سختی فولاد که از 10 9 برای قیمت از این 10 که منهای 1 کردیم 9 شد. 942 میلیمتر مساحت سیخ ما و از 444 منفی 216 که وای بار ما این قسمت هم دیست 440 منفی 216 برای 179 اشاریه 82. دوستای عزیزی که محاسبه کنیم ما قیمت دریافت کردیم. مومنت انرژیا 3.415 به توان 9 میلیمتر به توان 4. اگر تنش در دوترین تار کشی باشه دیگه چی مانده عزیزان؟ به این قسمت اگر تار کشی مقطع معادل از مقاومت کشی کنکریت FR فراتر رود کنکریت ترک خواهد خورد. مقاومت کشی کنکریت میتونه از رابطه زیر محاسبه کنیم. آیا محاسبه کردیم H خدا در خود شکل داریم و آیا محاسبه کردیم میای FR از کجا میگیریم؟ FR مستقیم میریم از ECI که به اساس M مگاپاسکال است. چپتر 1923 مدل آف ریپاکچر در این قسمت مطالعه میکنه. میریم در این قسمت با شما یک فرمول ECI کد بیان میکنه. این فرمول FR 0.6.2 لامدا F زبر C. لامدا چی است؟ لامدا لایت ویت کانکریت است که ما در اینجا استفاده کنیم که درباره کانکریت های سبک و سنگین ما به شما در کانال ما دیده باشیم ما به شما معلومات کافی را به وجود دادیم که در اینجا قیمتش 1 است. F زبر C مقاومت فشاری کانکریت است که FR را که از این قسمت ما دریافت کنیم 0.62. FC ما در سوال به ما داده بود FC ما 20 مگاپاسکال بود. 20 مگاپاسکال. FC یا FC زبر ما که 2.77 مگاپاسکال میشه. خب دوستا ما آ را پیدا کردیم میشه در فرمول دادیم وای آل ام کرک پیدا میکنیم که کل فرمولا را به ما کل فاکتورهایی که بود دریافت کردیم. بازم به شما این تذکر میتونم عزیزان یکی از روش‌های پیشنهادی بنده است به شما. اگر شما در سوال از شما چیز را خواسته بود شما اولین کاری که میکنید فرمولش کلا نوشته میکنید تک از عناصر خواسته شده را به مورد بررسی قرار میدید. مثل که ما اول وای بار پیدا کردیم بعد از او اچ خود فرمول داشتیم آیا پیدا کردیم اف آر که از ECI کد گرفتیم. در قسمت اف آر 2.77 مگاپاسکال آی مومنت انرژیا را از این قسمت ما دریافت کردیم. مومنت انرژیا 3.450 به توان 9
میلیمتر به توان 4 500 که در خود مقطع HS منفی 2.16 که وای بار است که ما وای بار هم از این قسمت دریافت کردیم که ام کرکینگ 3.99 39.44 کیلو نیوتن متری چی معنا داره؟ یعنی اگر بار به این اندازه زیاد شوه مقطع ما دچار کرک یا ترک خوردگی میشه. دوستای عزیز این بود از درس این بخش ما. اگر ما تلاش ما به این است که آموزش یک فول پکیج جور کنیم. اگر کمی کاستی در این آموزش ما دیدید در گفتار یا رفتار تدریس بنده و ما پیشنهاد بده تا ما بتونم همو اصلاحات بر در خود بیارم تا به بهترین شکل به شما عزیزان آموزش بدم. سوال، انتقاد، پیشنهاد داشتید اگر میتونید چینل شما را کمک کنه چینل ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت کنید، پیشنهاد انتقادتان ما در دیسکریپشن از این لینک های واتساپ و تلگرام میتونید انتقاد پیشنهادتان را به ما بیان کنید. ویدیوی بعدی ما بخش بعدی ما اگر فراموشم نشه قسمت دوم لاست پلاستیک است، حل مثال های عزیز و تنش نهایی که اساسی ترین بخش های اساسی ما ایره ادامه میتیم. شاد و کامگار و موفق باشید. الله نگهدار. خداحافظ.